یک دختر 16 ساله تاجیک مقیم قرقیزستان برای تلاش و حمایت از حق دختران به تحصیل نماینده سازمان ملل متحد در میان دختران اعتراف شد. مرجانه عبدالرزاق و خواننده صنف 11 مکتب تاجیکی دهه اوچقرغان در شهر قدمجای قرقیزستان است. دیجرالد گیونتر نماینده بخش زنان دفتر سازمان ملل متحد در قرقیزستان برای اعتراف مقام این جوان دختر تاجیک به او یک سند بین المللی را تقدیم کرد. مولان جان عبدالرزاقوف پدر مرجانه که حالا معاون رهبر سازمان تاجیکان قرقیزستان به نام رودکی است، روز 5 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از این موفقیت دخترش خوشحال است. او تاکید کرد که مرجانه در یک سال اخیر 3 دفعه به شهر اوش سفر کرده دوره‌های آموزشی سازمان ملل را که برای زنان و دختران جوان دهاتی پیش بینی شده است فرا گرفته بود. حالا مرجانه عبدالرزاق و گروه 22 نفره دختران همفکرش را همچون لیدر به عنوان نماینده سازمان ملل رهبری میکند. پدر او میگه دخترش همیشه تلاش میکند که برای رفع بیسوادی میان دختران مکتبخوان مبارزش را دوام دهد. مرجانه عبدالرزاق و نخستین خواننده مکتب‌های تاجیکی قرقیزستان است که به چنین موفقیت دست یافته است. والدان این دختر میگن توجه به روزگار زنان و دختران دهات، جلب هرچی بیشتر آنها به امور اجتماعی و صفت‌های لیدر بودن از ایام خردسالی مرجانه را در این راه موفق کرده است. حالا خانواده مرجانه عبدالرزاق در قرقیزستان به سر میبرند و او فرزند خرده این عائله است.